میگویم که این من پدرت. تلفن را به مادرت میدهم ما برای تو در خانه هستیم. ای با تلفن ما رو زود پیگیری میکنند. عمر خود از پلیس میگریزم. بله چرخی گردون گویا که ما نباید به شب نشینی میرفتیم ها؟ خوش با من نگاه کن. تو با جناب بیگ بودی چنبرک از من است. در چنین وضعیت شریک لازم است که سابقه عالم جنایی داشته باشد. ری من این مگر I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow خوش آمدید با فابریکای من. چی خیلی کرتای زیبا. ما تشکر. اکنون معروف را درآمد بیزنسی عائلویمان را برابر تقسیم میکنیم. وای در مسئله عالم جنایی بمود عقیده و فهمیش خوب دارد. من باشم مسئله مهم را بر دوش خود گرفتم. هرچه زیادتر بابا بودن به میده یک جودی. انگشتری رو بوسه کن. انگشتری را بوسه کن من لباسود باش. بابا جان شما گفتید که ما برای جناب خارکوویچ کفچه های سمنتی میسازیم. تماما به بابایت رفته ای. کودکان چون زود کلام میشوند. بابا چی شما میکنی؟ من شما البته مشکلی دارید گانه تو به ما معقول است. خلاصه گپ ما شما کمک میکنیم. لباس های نو، حجت های نو، بعد یک ساعت سوداگر از شهر بیرون می شود. مسئله فایتون جاتون باشد الکی حل شد. به فکرم شما ما رو نفهمیدید. ریسیویچ ها ما رو در بلا ماندند. مار باشد بگناه است و به کمک. صبر کن ریسیویچ ها قاتلند. بی ناموس و بی وجدان. آنها برای افزون کردن مالکیت خود به همه کار قادرند. هر قدری که آنها به وسیع کنی تندرتا و نزدیک می شوند خطر همون قدر زیادتر می گردد. به هر کسی که جرأت کرده پیش روی آنها را گرفتن می خواهد او را مرگ انتظارد. هر کسی که عقل دارد با گربه ها شوخی نمی کند بلکه از آنها می گریزد. جناب من میدونم شما ما رو محافظت کردن میخواهید لیکن ما سوگند خوردیم که شهرمان رو محافظت میکنیم و ما عدالت را پشتی پا نمیکنیم. خدمتگارهای حلقه برگوش شما ریک وایل و خانم ترودی کارم خوراک برای ماشین بارکش نجات دهنده از شما منت داریم. ما اون رو قبول کردن نمیتوانیم. ما باید به ما کمک کنیم. های از نام هر دویمان گپ زده ایستادید. شاید مرها رو قصدن به کشتن سنگپشت گناهکار کرده باشند. شما یگان دلیل ندارید و این کتاب چی طور اثبات کرده میتوانسته باشد؟ متاسفانه نه. ولی اگر مارها به این کار آلوده باشند شما باید با خزنده ها گفتگو کنید. شما یگان توی اونها رو میشناسید؟ فقط همین را میدانم که آنها در بازار باطلاقی لانه دارند. آنها رو با واسطه کارشناسی خزنده های یافتن ممکن است. من چون یک شناس دارم و سالها باز در این موضوع تحقیقات میبرد و شما رو به آنجا میبرد. نه ترودی کارم خوراک ریک وایل با این کار راضی نیست. من سیر را از سمنوته ها میگیرم. من بلاگر بابی هستم. با بالای تراشه ها نشینید. شما به سراغ لازمی مراجعت کردید. من از پشت این خزنده ها شده سگ را خوردم و باز من اکسپرتی سوراخ‌آنیسه هستم و عموما آنها اصل و افسانه نیستند. ببخشید ما مشورت میکنیم. اینجا ما با بابی خانم آواز میدهیم. کی برای ماشین بارکش آواز میدهد؟ تا آن دمی که این چنگی در ماشین بوده شیند. خب زوایل در نیمه راه تسلیم نمیشوند. و یک دیوانه هست مثل جینی قلم ها را میخواید. خزنده کسی مخفی کتابی و داشت ها رو به ما میکشاید. آن را میدانی؟